واژه های درس ششم. واژه اول alert. خب این واژه میتونه اسم باشه و همچنین میتونه فعل باشه. در این درس که خوانیم به اسم فعل استفاده شده بود. به اسم فعل به معنی هشدار دادن. alert هشدار دادن. به اسم اسم به معنی هشدار. alert هشدار دادن. واژه دوم، اگر تلفظی هم بریتانیایی این واژه رو بگیم broadcast. نه دیگه broadcast. اگر امریکایی بگیم broadcast. خب در ابتدا بعضی واژه‌هایی که تفاوت‌های دارن نسبت به دیگر در انگلیسی امریکایی بریتانی، خب ضرورت نداریم هر دو رو یاد بگیریم، فقط یک تلفظ یاد بگیریم کافی است که ما اینجا همون امریکایی رو می‌خونیم. broadcast به معنی پخشی مثلا یک برنامه تلویزیونی، پخشی مثلا یک برنامه رادیویی، پخشی یک نمایشی تلویزیونی. broadcast. بولتین به معنی اعلامیه و یا بیانیه، یک موضوع جدید و خیلی مهم که مثلا به وجود میاد و در مورد موضوع اخبار جور میشه بگیم بولتین. بامپ به معنی برآمدگی. مثلا فرض کنیم در چهره کسی یک تومور، یک دانه خیلی کلان حالا ایجاد شد، به این برآمدگی میتونیم بگیم بامپ. دیگه مثلا فرض کنیم یک سرکی داریم، در یک قسمت یک برآمدگی داریم، به اینم حالا میتونیم استفاده کنیم. بامپ. چاپ به معنی قطع کردن، چیزی رو مثلا با چاقو قطع کردن، حالا با هر چی میتونه باشه. چاپ قطع کردن. کلازت به معنی کمد و یا همون الماری. به الماری های گفته میشه که مثلا برای نگه داشتن لباس شبیه اینها استفاده میشه. کلازت. کنسول به معنی کسی را آرام کردن، حالا انسان و یا برای حیوانات نیز استفاده میشه، و یا کسی را دلداری دادن. کنسول. دیستریکت معنی منطقه و یا مثلا میتونیم بگیم والسوالی یا منطقه. درور چیزی که در این شکل میبینین به این میگن درور و معنی کشو و یا همان رواکی مثلا الماری. درور. ایندور عموما دو معنی داره. یک معنی به معنی پشتی نامه چیزی رو نوشتن، مثل کسی یک نامه میاد در قسمت پشتی چیزی رو می نویسیم، ولی معنی که در این درس خونیم به معنی تحمل کردن. ایندور شرایطی را و وضعیتی را تحمل کردن. تپ به معنی ضربه زدن خیلی به صورتی آهسته، مثلا این قسم تپ ضربه زدن به صورتی آهسته. ریه تلفظ بریتانیایی امریکایی بگیم ریر به معنی عقب و یا دنباله یک چیز، قسمتی آخر یک چیز. سناتور or senator معنی سناتور. سکال به معنی جمجمه، به این جمجمه سر میگیم سکال. استر به معنی به هم زدن و مخلوط کردن، چیزی رو به هم زدن مخلوط کردن. grasp به معنی گرفتن، چیزی رو مثلا محکم نگه داشتن یا گرفتن. tremendous به معنی بسیار زیاد و یا عظیم، چیزی که بزرگ باشه، چیزی که مثلا فوق‌العاده باشه. tremendous. worm به معنی کرم. البته یک واژه دیگه نیز داریم به جای او اینجا ای داریم، این میشه warm به معنی و معنی زیادی داره. یک معنی خیلی استفاده میشه معنی گرم و مثلا رطوبت، عطوفت، حالا نظر به جمله. حالا اینا رو متوجه باشیم که اشتباه نگیریم. این میشه warm به معنی کرم، این میشه warm به معنی مثلا گرم. execute معنی کشتن و یا اعدام کردن، همچنین معنی اجرا کردنی حکمی کشتنی کسی. underneath به معنی پایین یک چیز، قسمتی زیر یک چیز، پایین یک چیز. underneath. execute
grasp, tremendous, worm, worm, stare, skull, senator. Senator? I'm sure that you know this is the British pronunciation, but the American one is senator, senator. Rear, rear, rear. Tap, indoor, indoor. Drawer, drawer. District, district. Console, console. Closet, closet. Chop, chop. Bump, alert. Broadcast, bulletin, bulletin. خب اینم بود از حالا چند نکته و لغاتی درسی ششم.